اگر از آنها بپرسی کیست آن که آسمانها و زمین را آفرید و آفتاب و ماه را رام گردانید و به نظام آورد، یقینا میگویند خداوند. پس چطور ایشان برگردانیده یعنی فریفته می شوند؟ خداوند به هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را فراخ می کند و به هر که بخواهد تنگ می کند. حقا که خداوند به هر چیز داناست. و اگر از آنها بپرسی کیست که از آسمان آب را فرود آورد و با آن زمین را بعد از مرگ آن زنده ساخت، یقینا میگویند خداوند. بگو ستایش از آن خداست، اما اکثر ایشان نمیفهمند. زندگی این دنیا بیش از بازی بیهوده نیست و بیگمان سرای آخرت همان است زندگی واقعی اگر این مردم میدانستند. این بندگان ناسپاس همین که به کشتی سوار شدند با اخلاص کامل و از صدق دل نیایش می کنند، اما وقتی که خداوند ایشان را نجات داد و به خشکی رساند با او شریک می آورند تا بدین وسیله به آنچه به ایشان دادیم ناسپاس گردند. اکنون از نعمتهای دنیا برخوردار شوند، ولی به زودی پی می برند که مرتکب چه اشتباهی شدند. آیا ایشان نمی بینند که ما ساحه زندگیشان را حرم مسئونی قرار دادیم در حالی که مردم از پیرامونشان را بوده می شوند؟ آیا ایشان به معبودان باطل ایمان می آورند و از نعمت خدا ناسپاسی می کنند؟ و کیست ستمگارتر از کسی که بر خداوند دروغی را افترا کرد یا چون به وی دعوت بر حق رسید آن را تکذیب نمود؟ آیا در دوزخ جایی برای کافران نیست؟